سلام، حالتون چطوره؟ خوبید؟ سلامتید؟ امروز میخوایم بریم به بندر کنگ توی غرب استان هرمزگان. بندر کنگ معروف به شهر بادگیر ها توی جنوب کشور. توی این ویدیو با هم دیگه میریم به یک چرخی توی خیابون های شهر بندر کنگ میزنیم، توی بافت قدیمش با هم دیگه قدم میزنیم، از کوچه پس کوچه های تنگ و باریکش رد میشیم و معماری قشنگ و خاص خونه هاشو میبینیم و یه سر هم به موزه مردم شناسی بندر کنگ میزنیم و اونجا از خاطرات و از تجربیات دریانوردانی که سفرهای طولانی داشتن به آفریقا و هند اونا استفاده میکنیم و در آخر هم از موسیقی زیبای بود با هم دیگه به لذت میبریم. پس با ما همراه باشید. داخله؟ نه. آبنبار به صورت نمادی اینجا درست کردن. این که گرم اینم سفره حبسین موزه معلم شناسی. چند خاله توضیح بده؟ بال طولی، بال کوسه؟ بال پشتیشن، بال بدارم، بال بلایش. بال بلایش. سکان لنج. غرفه یکیش ببینیم چه؟ قسمت ها چند خواهد؟
بعد این تیکه میکردن دیگه بدون پلاستیک بهش اگه میداف این پلاستیک مجبور ما با برای بطلنش کشم کناره بذار بگیر همین آفریقایی ها و یک چوبی میکاشتن برای نارگیل و سد میزدن همین نارگیل ها و پاره میکردن این پشما رو جدا میکردن میمونو نه قشنگ با دندون و با دستشون ولی آموزش نمیدن آموزش میدادن به آموزش میمونا. میدادن همون میمونا و میمونا این نارگیل این اینه ها صافه هیچ انسانی نمیتونه بره اونجا بالا و نارگیل رو از اونجا بندازه مگر میمونا میرفتن قشنگ اونجا با دندونشون میبریدن و باید مینداختن همون نارگیل کجا بوده؟ آفریقا تانزانیا البته تانزانیا هندوستان هم همچنین و هندوستان اون درخت های بزرگ شما زیاد میرفتید؟ زیاد مثلا من 12 سال با موتوری رفتم این تعلیم میدادن تربیت میکردن گله فیل این فیلا رو تربیت میکردن برای چی؟ برای درختاش این درختای داخل جنگل که میبریدن درختای بزرگ بود نمیشه این چوب چندل آفریقایی ها میتونستن با خودشون هم کنن بیارن داخل همین قایقا بذارن ولی اون چوب های بزرگ نمیشود از جنگل هندوستان بیارن به سمت دریا پس چیکار میکردن به وسیله همون فیلا رو که تربیت میکردن اونا که پاله برش میزدن و صافش میکردن قشنگ فیلا را میبردن به فیلا میگفتن ببریدتون داخل همون رودخونه میدادن این فیلا تمام درختها رو میبردن داخل رودخونه میداختن ایامی که دیگه جون و جلوی میشد و هوا طوفانی میشد و رعد و برق و بارندگی این بارون موسمی این چوبا رو میآورد به سمت ساحل تمام هم آرم داده من حق زده بودن بیش میگن انگ شماره دار همه شماره و اسم همون فردایی که میخواستن تجارتایی که مالشون مالک بودن این مالک ها اسمشون رو روش ما دیگه میخریدن تمام افراد بعضی ها میخریدن خودشون همین کنگی ها بعضی ها نوز میکردن نوز اینی کرایه میکردن برای بحرین، کویت، قطر تا برای همینجا خوندم برای مسقط عمان کردن میآورد همین چوب های بزرگ هم این جهازها چی بود؟ دریچه داشتن یک دریچه ته جهازشون بود این دریچه را باز میکردن ته داشتن اون عرشه ته عرشه یک دریچه داشت که اون وزن سنگینشو از همون دریچه میکشیدن به سمت داخل همون جهازشون نه اینکه با بند و تناب و فلان با تناب و بند دیگر اون سبکا را روی عرشه می‌داشتن سنگینایی که زیر عرشه می‌داشتن زیر اون سطح را می‌داشتن چه بود؟ آی به وسیله همون دریچه همین مال قلعه رشتونیشان عبدالله که رشتون عبدالله رشتون اینجا این ملک مالش کلا این دفتر کاریش کار دفترش اینجا دفتر مگه چه کاری چکر بوده؟ کارش آویزونه هنوز پاورجان بال کوسه هر کوسه و گوشت کوسه همینجا خشک شاکه با 15 نفر آدم کارگر نشسته و این کپونش هسته اینجا با این کپون واسه میشه که در یاد ما هسته اینجور کارش هسته شفرت ها؟ رشتون ما گپ تیر بودیم ساده حاج عبدالله خیلی بود بال کوسه دم کوسه به چه دردی خب؟ خب این حالا برای کوسه ما سال بکنیم اونجا هند اینا خب خشکن این خوردنی نی گوشتنی هیچی اونا برای ما شو گفت این دو مرتبه این داخل یه داروی ازنه و دو مرتبه این بادک باد کش که چه بود این دوستاش جدا کنه و نخ در تاره نخ بخیه برای انسان نخ بخیه از یاد نخ بخیان برای جراحی داخلی جراحی داخلی انسان که بخیه داخل بند جذب پوسته
این ما جا که مشابه قدیم شو آنجا مال قایقه چند که آها. با هم شدن. و این خواهم مال افریقایی مال همون هوری افریقایی هوری؟ این قایان هوری ما هم هوری این هوری افریقایی یک نفر دو نفر داخلشون را و این خوروشون را هم برای فرو زدن هم برای که دیگر شکار بیاد به سمتشون حیوانات درنده نیزن ها؟ اصلا یه چند یه خواهد انبوزی اگن امبوزی انبوز اسمشن انبوزی اکن نارگیل زنون افریقایی انبوزیشون اکن نارگیل اسمش انبوزی این رندشو کرده رندشو کرده همین نارگیل اینجا نشتن یا نه نشتن. اینجا نشتن ایران ریشتن اینطوری هم خود دست نارگیله گرفته روی این نیشتن خود دستشون اینطور نیشتن و رندشو کرده این پودرشو کرده نارگیل جوان به بازارش و مغازش اون قشنگ سخت قشنگ شکشی به سمت بالا آها و ورق صف شده درست ورق صف شده اینا اینطوری باز نبود مگر بیاری به این طرف جا بزنی این باز بشه آها این باز شکل ورق تمام تا آخر تا آخر. بعد اگر چه خواست مثلا بره مغازه دار کارش هست دو مرتبه برشوید بگردید این شبابه به این سمت یعنی مغازه نیمه بازه یعنی نیمه تعطیل دو مرتبه برگرده درست فرق بندر کنگ خانه لنج این هم تابلویی که تمام قسمت های لنج رو نشون داده اینجا هم تبل نقشه قدیمی سور ماهیگیری و اسمش گرگور یا کلگر قفس ماهی اکردن مثلا بند بست کنم مثلا 100 تا اندی 50 تایی 100 تایی اکردن فاصله شدن بعد از چند روز این دوباره کشم بده دوباره تومش هرچی جمعش تو کردی. تومش معمولا خشکی چیزی دوباره اکردن تو ایچه؟ اره ماهی اره ماهی پوزه اره ماهی نکشن دیگه ها؟ آها. این قطنمای قدیمی حاجی احمد کاکا بشکن دیره بیا ها قطنما ها معروفم به دیره لواس داره؟ نه شامیگو شما نگاه میگم ماکت لنج نیا انواع لنجه اقسام موتوری صدف شگو این که از قدیمی های بندر کن چپ راست یکی جلو بیا به به به. چقدر جالب معماری فوق‌العاده
یک و نیم دو نیم